روز دوم قادسیه، یوم الاغواص، روزی که امید در دل سپاه اسلام زنده شد. سپیده‌دم سربازان سپاه اسلام با دلهایی پر از اضطراب به دشت بازگشتند. روبرویشان لشکر عظیم رستم همچون کوهی نفوذناپذیر ایستاده بود. نگاه کن دوباره فیل آوردن. یاران سعد پس از روز نخست نفس در سینه حبس کرده بودند تا اینکه ناگهان سواری تندرو از افق پدیدار شد. او فریاد زد: بشارت! کمک از راه میرسد! هاشم و قعقاع در راهند! پس از فتح درخشان دمشق خلیفه عمر فرمان داد به قادسیه بشتابید. هاشم ابن عتبه با سپاهی بزرگ و قعقاع ابن عمر در مقدمه از شام به سوی میدان نبرد تاختند. خبر همچون نسیمی الهی در میان اعراب پیچید. هنوز برخی تردید داشتند تا آنکه گرد و غباری عظیم از دور برخاست و قعقاع آن جنگجویی به نام اسلام پا به میدان گذاشت. الله اکبر! نیروهایش را به گروه‌های کوچک 10 نفره تقسیم کرد. هر گروه که وارد کارزار می‌شد فریاد الله اکبر سر می‌داد. گویی از دل زمین لشکری بی‌پایان می‌جوشید. ایرانیان مبهوت به هم نگریستند. این سپاه از کجا می‌آید که انتها ندارد؟ قعقاع تقاضای نبرد تن به تن کرد. بهمن جادویی سردار افسانه ایران شمشیرکشان پیش آمد. قعقاع او را شناخت. چشمانش شعله‌ور شد. فریاد انتقام سر داد. بهمن جادویی! بهمن جادویی بر خاک افتاد. مرگ این سردار بزرگ چون صاعقه‌ای بر لشکر ایران فرود آمد و آتش پیروزی را در دل مسلمانان شعله‌ور کرد. شیپور نبرد را به صدا در بیار، به سمت دشمن حرکت می‌کنیم. ایرانیان بار دیگر فیل‌های غول پیکر را به میدان راندند، اما این بار مسلمانان آماده بودند. شترهای وحشی را با پارچه‌های سیاه و پوشش‌های هولناک آراستند و به سوی فیل‌ها فرستادند. فیل‌ها رم کردند، صفوف ساسانیان فرو پاشید و فریاد پیروزی دشت را پر کرد. نزدیک ظهر هاشم و سپاه اصلی همچون طوفان خروشان رسیدند و بیدرنگ به قلب دشمن زدند.
جناب راست حمله کنید. راشد دنبال من. در میان اعراب این کلام مقدس زمزمه می‌شد. این همان مردی است که ابوبکر درباره‌اش گفت سپاهی که او را در میان داشته باشد هرگز پشت به دشمن نمی‌کند. نبرد تا غروب آفتاب ادامه داشت. بعد از ساعتها نبرد سخت هر دو لشکر به اردوگاه خود بازگشتند. تعداد تلفات بیشمار بود. زنان عرب نیز بیوقفه شهدای خود را دفن می‌کردند. در میدان نبرد تنها اجساد ایرانیان بر زمین مانده بود. منظره‌ای که دل مسلمانان را گرم و امید ایرانیان را به یأس بدل می‌کرد. روز دوم قادسیه غروب کرد، اما سرنوشت این نبرد عظیم هنوز در انتظار روز سوم بود.